در پیشگاه نگاه شما یاران صمیمی هستم. این بار با قدرت‌تر این تبریک رو به رهبر عظیم الشأن کشورم تقدیم میکنم و میگم آقا جان، این عید بر شما مبارک، روزتون مبارک، سایتون انشالله مستدام باشه. فقط یک چیز تو ذهنم میپیچید، واعتصموا بحبل الله، و هیچ چیز دیگه ای نبود. و احساس کردم که هنوزم هستن ولایت مدارها، هنوزم هستن بچه مسلمونا، هنوزم عاشقان مولا هستن و تنها نذاشتن. و همون روز بود که با لباس سنت ایرانی، پرچمی که روش به زبان انگلیسی ایران رو نوشته، برای خواستم قشنگ رو فهم بشن که من یک بانوی سینماگر ایرانی هستم و نه در جهت تطهیر هیچ چیز دیگه ای. نوشتم چی؟ شما که خوندید لااقل یک کمک برسونید. من همه جانم امیرالمومنین، رهبرم، خاکم، تمام مسلمین. و حالشون بد و بدتر شد. با افتخار میگم قاری قرآن مهدی تهران بودم و سالها در بخش بسیج مساجد این افتخار رو داشتم که نقاشی رو تدریس کردم. از سال 79 وارد سینما شدم با فیلم سینمایی استاد نازنین آقای کیومرث پوراحمد. اما اینو بهتون بگم، فکر کنم دیگه زیاد تصویرم نبینید، برای اینکه برام پیغام دادن که خانم الهام شرفنده، سینمای ما جایی همچین زنایی نیست. واقعا هنوز برام این علامت سواله که به هر حال این فضای فرهنگی و سینمای ما جای چجور زنایی؟ اگر میشه ما بگم ما بدونیم که